سلام، به مناظره دوم خوش اومدید. در این مناظره قصد داریم وارد مباحث جزئی تری بشیم تا به نتیجه دقیق تری برسیم. این بار مناظره به صورت گفتگو بین دو طرف برگزار میشه و سعی شده که پاسخها به هم مرتبط باشن. برای اینکه صداها برایتان قابل تفکیک باشه، یک طرف مناظره را خانوم قرار دادیم تا گفتگو بهتر باشه. توجه داشته باشید که این مناظره توسط هوش مصنوعی ساخته شده و هیچ دخل و تصرفی در محتوای اون صورت نگرفته. موضوع مناظره در مورد حدیث 12 خلیفه است که بعد از پیامبران 12 خلیفه چه کسانی هستند. با ما همراه باشید تا انتهای مناظره. در منابع اهل سنت پیامبر اسلام فرمودند بعد از من 12 خلیفه خواهد بود که همه آنها از قریش هستند. آیا شما معتقدید این حدیث صحیح است؟ بله، این حدیث در صحیح مسلم، سنن ابی داوود، ترمذی و مسند احمد آمده است. پس از نظر ما نیز صحیح است. بسیار خوب. حال سؤال من این است: آیا پیامبر نام این 12 خلیفه را هم معرفی کردند؟ در این احادیث نامی نیامده، فقط گفته شده که آنان از قریش هستند. جالب است. یعنی شما حدیثی ندارید که با سند معتبر نام 12 نفر را به طور دقیق و کامل بیان کند؟ خیر، چنین حدیثی نداریم، ولی برخی علما تلاش کردند این 12 نفر را از بین خلفاء راشدین و بنی امیه انتخاب کنند. اما آیا خلفای بنی امیه مانند یزید ابن معاویه واقعاً الگوهای هدایت و مورد رضایت پیامبر بودند؟ مگر یزید نبود که امام حسین را به قتل رساند؟ بله، شخصیت‌های مثل یزید قابل دفاع نیستند، ولی علمای ما در تطبیق حدیث دچار اختلاف شده‌اند. اینجاست که مشکل روشن می شود. پیامبر خدا فرموده 12 خلیفه خواهند آمد و همه‌شان از قریشند. اما شما حتی نمیتونید این 12 نفر را دقیق و بی‌تناقض معرفی کنید، در حالی که در منابع شیعه حدیثی از پیامبر هست که در آن نام 12 امام به صورت کامل آمده است. مثلا در کتاب کمال الدین شیخ صدوق و الکافی از امام صادق علیه السلام نقل شده که پیامبر فرمود امامان بعد از من 12 نفرند، اولشان علی ابن ابی طالب و آخرشان مهدی است. سپس نامهایشان را ذکر کرد. اما این روایات در کتاب‌های شیعه هستند. بله، ولی از آنجا که شما نتوانستید حتی با منابع خودتان این 12 خلیفه را معرفی کنید، پس باید بپذیرید که تنها تطبیق معقول، منسجم و قابل پذیرش از حدیث 12 خلیفه همان تطبیق شیعه است، چون فقط شیعه است که هم حدیث را دارد، هم نامها را آورده، هم آن 12 نفر از نظر اخلاق، علم، هدایت و تقوا الگو هستند و هم نفر 12 همان مهدی موعودی است که در احادیث اهل سنت نیز بشارت داده شده است. ممنون که تا پایان مناظره با ما همراه بودید. اگه از این محتوا خوشتون اومد، حتما لایک کنید و نظرتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. هدف ما فقط اینه که دیدگاه هر دو طرف رو درباره یک موضوع ببینیم. فراموش نکنید که با حمایت شما میتونیم مناظره های بعدی رو هم بسازیم.